درود بر دوستان عزیز. ساز زنبورک یک سازیه که از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت یک فلزیه که با دو خط موازی شروع میشه و یه نیم دایره دورش داره. یک قسمت یک فلزیه که به صورت فنری عمل میکنه که این فنری بودن باعث میشه که صدای زنبورک به زیبایی شنیده بشه. منتهاش برای نواختن زنبورک باید این دو قسمت موازی رو لای دندون بذارید. منتهاش زیاد فشار نباید بدید، چون فشار بدید باعث میشه که این قسمتی که باید ارتعاش داشته باشه گیر میکنه، صدای زنبورک خوب شنیده نمیشه. حالا میذاریم همینو لای دندون.